гап мезадам яду саволш медодум. Неки Шопурс афсус кадмиш ки бе? хай ну як таришаки бромад 95-м гуфтку ҳамун як ду Оли савол рӯзи дӯштумша душанбе, хай яку оли рӯз душанбе миёя. Хуш омаде бародар Ашуров. майлиш хай ман мебурам бародаро хай дигар рӯз бо гап мезанем. Слишком дер шуд. Майли, худо нигоҳбон. خب سلام علیکم و رحمت الله برادر اشور امیدوارم خوب باشید چند دقیقه مونی خارج بشم بعدا که شما اگر صحبت کنید خارج شم بعد داخل میشم اگر ما فقط 2 دقیقه میمونم یا 3 دقیقه زیاد نمیمونم خیر اگر میباشم جبیو برادر از کشت کنیم اگر تشکر میکنیم برادر اشورов که شما هم اومده مینادار خوش اومدید بفرمایید برادر عزیز گروه 24 دام آجا است الماس ایرا گروه 24 میگم اما گفتم هر جای خوردنه خورافتنه ما را فایراد نکنین ما همه جدا هستیم حتی در هم میتینگی که رفتیم در بلی خدا شاهده وقت مون نرسید اگر میرسن برای برادر نازاتی ها راست میرسیم وقت مون بوچید برای که وقتی هم بوچید ما همه کی جایی که میدان مرده برادر هستیم. خب خدا کنه که شما خوب باشه و کسایی که شما را پیگیری دارن میبینن همشون جامعه صحت در تن داشته باشن. تنها فقط آمدن ما به خاطر این بود که 1-4 تا بگم و بعدا خداحافظی کنم. اول ما از شما برادر الماس و کسایی که هم مانند شما هستند و پسان میان در مبارزه و بسیار فعالانه وارد مبارزه میشوند و اشتراک میکنند. از تک تک شما من میندار هستم. من امروز افتخار میکنم به شما و جوانایی که مثل شما جوانا داخل آلمان زیاد هستند اما هر کدومش یک لیازی را پیش رو میاره و در مبارزه اصلا به تفاوته فرق نمیکنه که کی هست کی نیست و از مبارزه یکم تر فاصله میگیره و خاصتا از مردم مبارز. اما شما آمدین فعالانه وارد مبارزه شدین و امروز الحمدلله که اون جاهایی که خالگی هست در اونجا اگر که شما نمیبینین حتما ما یا صحبت آزاد میگذراندیم یا که اگر فرصت میبود حتما یک برنامه میساختیم. اما امروز شما در میدان بدنتون حتما نیاز داره این مبارزه. کسایی هستن که میخوان هر روز این برنامه ها را ببینن. از سلمان هم طلب میکنن، از ما هم طلب میکنن و از اقبال هم طلب میکنن که همین برنامه ها زیاد باشه. اینه که مردم بسیار میخواهند صحبت کنن. اونایی که در برنامه های ما نمیتونن با ما پیوست بشوند در چنین برنامه ها وارد میشوند و درد دلشون میگن. و چنین برنامه ها نه تنها خودت بلکه دیگر کسایی که امکانیات و شرایط داشته باشن باید چنین برنامه ها را بسازن و وارد میدان بشوند. اگر امکانیت ندارن، شرایط ندارن، بسازن، شرایط مهیا بکنن تا که در این خیل برنامه ها وارد بشوند و با مردم نزدیک باشن. با احترام اون کسایی که پشت پرده هستند در آلمان و در اروپا، با احترام اونهایی که پشت پرده هستند اما با مالشان دستگیری میکنن، با برادرای مبارز در هر جایی که مجلسگاهی که اینا جمع میشوند در اونجا سرجم میشوند و 4 تا گپ خوبی هم میزنن. در عموم در فکر وطن هستند، در عموم در فکر مبارزه هستند. اما درست است که اونها را فهمیدن ممکن. اما کسانی که دیگر جایی که اونها را تاجیکستان و حکومت فهمیده است که اینها علاقه مبارز هستند، استعداد سخن کردن دارند، چرا نمیان در مبارزه اون خالگی ها را پر بکنن؟ و خودت یک مثال زنده برای دیگرها بودی تا که برای خاطر خودت یک دوخ و یک روحیه دیگر دادن. من همچون یک مسئول هستم و یک برنامه خاصی دارم و یک مسئولیت دارم در گروه 24. اما این چیزا کم نگرفته وارد شدم که تا که بفهمی که ما هم از همون جایی که شما پیدا شدین، از همون کمر مردم، ما هم از همون جا پیدا شدیم و هر چی قدری که بالا بریم این معنا را نداره که دیگر ما پایان نگه نمیکنیم. فردا کسی دیگری هم به همین شکل یک برنامه دیگری بسازه حتما داخل میشم و دستی او را میفشورم. بله. واقعا شما اون راهی که ما رفتیم اون راه شما آمده و این چنین برنامه ها باید زیادتر بشود
درست است امروز خطاگی ها و اشتباهات از تو زیاد سر میزنه، اما به مرور زمان اینها همش اصلاح میشه. درست است که امروز شاید خودتون در افیر نشستن یک چی داشته باشه، هراس داشته باشه، اما این هراس آهسته آهسته از بین میره. گپ زنید خوب میشود، تجربت خوب میشود و بیشتر خیلی که برادر سهراب ظفر میگم مطالعه بکن. بعضی کتابا را بگرد ببین، کتابای انقلابی را، موضوعی که میخوای درباره‌اش صحبت بکنی بگردی یک بار درباره اونها یک معلومات بگیری تا که در افیر در اون موضوعی که میخوای صحبت بکنی باید به اون موضوع مسلح باشی و روژان باشی به اون موضوع، یعنی که پر باشی. وقتی که در اون جایی که سوال دادن سوالا را جواب داده بتونی. اگر که سوالا را جواب داده نتونی بگوی دیگر افیرهایی که بچهای مبارز هستند در اونجا این سوالها را بتین، در اونجا اون جواب سوال خودتون هم میگیرید. و یا که در فلان برنامه فلان راهبر یا فلان کس گفتگی است در این باره، در اونجا بدرا جواب اون سوالتون هم میگیرید. و انشالله که من امیدوارم که چون این کسا در میدان باید زیاد بشوند و موفقیت برای خودت و برای کسایی که چنین فکرها را در سر دارن بپرورانند، موفقیت برای همه شما میخواهم. برادر عزیز، ما از شما تشکری میکنیم که شما بود، برنامه شما بود که ما برآمدیم به چهره امروز در به اینجا رسیدیم. ما از شما تشکری میکنیم که شما ما را تیار کرده برادر عزیز. به همین خاطر باید ما شما تشکری کنیم که باید انسان ها باید قدری پیشتر مبارزه ها باید بدانند. به همین خاطر من شما قدر میکنم. کسی که هست تا امروزه همش من دوست دارم، حرمت میکنم، هم از جای خاصی خچه داره. به همین خاطر من دعوت میکنم که همه وقت برادر عزیز بیاید در برای مردم مبارز باشین. همین چیزا میخوام. من چیزی دیگری من میخوام برای شما برسانم. تنها و تنها من نبودم که در این راه مردم با چهره میکشیدم، بلکه اون برنامه هایی که ما ساختیم البته در پشت این برنامه کسایی بودن که نشستن و مشورت کردن و این برنامه را طراحی کردن و بعداً به ما اجازه دادن که وارد میدان بشیم. ما اون چیزی که برادرها در پشت پرده از اعضای گروه 24 از راهبرا اون چیزایی که میکردن، اونها شاید صدها برابر از این برنامه‌ای که ما کردیم از این بیشتر باشه و شاید اونها که چشم رس و نظر رس نیستن شاید اونها را کم ذکر کنیم، اما برادرایی که پنهانی مشورت میکردیم، برنامه ها را طراحی میکردیم و چنین برنامه ها را بگیم که روی میدان آوردن، اونها هم یک سهم بزرگی در این راه گذاشتگی هستند. از اونها هم من میندار هستم که اگر امروز ما تونستیم که شما و انسان ها را که میدان بکشیم و آمدین با وجود تمام کمبودی ها و تمام کاستگی ها یک برنامه ساختیم، پس این توانایی در دیگرها هم باید باشه. و من امیدوارم که مثل خود دوری برادر جمشید و دیگر برادرایی که اگر که زیاد هستند، اگر شاید که نامای کسی هاشون در یاد من نیست، اما امروز شما در افیر هستین نام شما را میگیرم و مثل شما و برادرها وقتی که میبینم در میدان اون کسایی که جاها را خالی کردن رفتن، من بسیار خوشم که در بعضی مسائل همین مبارزه یک تکان میخوره. اونایی که نه ایلا لذی و نه اولا لذیان میبینن ای خیو خیل میغلطن میروه. اما در این چیز من نگران نیستم. من مطمئن هستم که جاهای اون خالگی را شما و جوان مردم با یک احساسات بلند، با یک نیروی بلند میآیند و این میدان ها را پر میکنند. بسیار کسا آمدن در مبارزه رفتن، کوچکترین بهانه برای رفتن داشت، اینه که میپالیدن. هر جایی که نمی قدر بهانه پیدا میشد نه خیلی بگن تمام رفتن و شما جاهای اون خالگی ها را پر کردید. و اگر رفته و که شما هم اگر اندکی هم تکان بخورین جای شما را دیگرها پر میکنه، یا که من برم جای من را دیگرها پر میکنه. برای همین خاطر از خودتم من میند دارم، از دیگر برادرایی که در برنامه ها شرکت میکنن من میند دارم. خداوند همه ما و شما را موفق بگردونه. دیگر من وقتی شما را نمیگیرم. خدا نگهدارتون باشه. تشکر زیاد. میندار که
اومده به برنامه ما. آشور فعالیت عقب باش برادر عزیز. همین داخل میدان شده کم شاید هم که سوال دارو خواجه بعد من یک سوال میتونم در این میدانی برادر الماس آشکار همین مبارزه ما و مثل که آشکار در برگرد هم برادر الماس یک چند نفر هستن همینجا میدونمش همون کسایی هستن که من میدونم که همین کار بار الماس همین کاری که با ناراضیان نه که اگر بگن که الماس اوش کده فهمیدی نیم ساعت چم جمع میگیره پیش اوش تیار کردن در همین خونش در همین شهر ما چی گفتنم با شما این همین کسی بود که حرکت سیاسی گروه 24 رو بگم شای معاون شای اومد برای الماس شما توکش پیش دیوال باجو میشین کینو میکنین بین خودتون میشین 4 5 آدم گپایی که میزنین با ما میام میرسه همین را بگم تون که این برادر اشور یک من مجبور نکردم که این زایبرش هر طرف میزنه شهید سنوسن روزی نیستن بعضی کسایی که اشور در برشان کو روزی نیستن می کار میکنم برای که او خودشون در خطر ظلم میبینن بعد تا چی خیلی معامله تبا کمبر قفه کار برو زندگی چه زیدی ظلمه که هم کار میده روزی نیست اینم من میرم آشکار میگم در همین جا میدونم که ببین برادر جمشید مبارزه اگر این مبارزه آسان میبود این منبرها به ما و تو جا نمیرسید. این مبارزه انسان از عزیزای خودش از نزدیکای خودش از اون تعلقات و دلبستگی های خودش از آزادی خودش میگذره تا که این میدان بیاید و هر کسی که صد راه ما میشوه یا که گپای میزنه که اون گپا ما و شما را روح افتاده میکنه دلخنکی میکنه ابسلیوت نه در عموم اصلا به اونا هیچ اهمیت و اعتباری ندین. تصمیم گرفتین حرکت کنین و در پیش روتون یک هدف را بگذارین و او هدف میرسین. زمان میشوه که در یادشون میگن همین الماس نیست که یک وقتا نه گپ میزد نه شروع کردگی بود و میخندیدیمش. امروزی مرده که به کجاها آمد رسید و اونها در همون حالت میمونن و این راهی که این الماس گرفت و چنین الماس ها میآیند که این راه هم میگیرن اینها کم نیستن. اونها را تنها اونها را در برش حداقل اگر نمیتونن این برنامه را ساخته همین قدر جوان مرده کنین که همین انسان را تشویق بکنین. آمدن ما در این برنامه تنها به خاطر روحیه همین انسان را برداشتن بود که حسین اشورف اومد در برنامه ما شرکت کرد و 4 تا گپ خوش زده و ما هم باری دیگر میگم که کسانی که کار کردن نمیتونین حداقل یک انسان دلخنک نکنین روح افتاده نکنین. نمیتونین سکوت شما برای ما را یاردم ای پیروزی است برادری عزیز. هر وقتی که نان دعوتون کردن با شکیبر داشتن همونجا بیاید بخرینم برای باریکیتون ببرین برین. عموما اصلا دخالت نکنین. یک انسان یک چیزی که در زندگیش قرار داد این کاری است که کاری آسان نیست. شاید که اصلا اما وقت زمان میاد وقت ساعتش میاد که شما میاین با چهره میبروین میاین که شما همین الماس میشین یا که جمشید میشین یا که دیگر میشین. اما امروز اون امکانیت اون جسارت که ندارین حداقل خاموش باشین. نباید سنگ ملامت بزنین که ای اونها دیگرن. نه همین انسان میاد به همونها میرسه. مهم در میدان بدن ای مهم در مبارزه بدن ای. برای همین خاطر از هیچ گونه چنین گفته ها نه راه افتاده بشین نه دل شکسته بشین. ما در صحبت هم بارها گفتگی هستم. حضرت موسی علیه السلام وقتی که نزد فرعون فرستاده شد از خدا طلب کرد که الهی ما پیش فرعون میرم ما زورم نمیرسه تنها هم همین هارون همراه ما روان بکن. خدا دعوتش قبول کرد و هارون همراهش کرد. موسی که کلیم الله بود با خدا صحبت میکرد حتی او از خدا کمک خواست که همراه ما یک نفر روان بکن. کجا برسه این راههایی که ما از اصحاب کرام از صحابه ها و از پیغمبرها و از تابعین و از صالحین و از همه اینا بگیم پایانتر ما خاکی گردی خاک پای اونا نیستیم. اما امروز در یک مرحله هستیم که
چنین انسان ها پیدا میشوند که ما و شما را راه افتاده و دل شکسته میکنند، اما تنها یگانه چیز هدف در پیش رو بگذار. این اطراف اصلا اهمیت ندهی، اون هدف کلانی را رسیدن و انشالله که ما و شما با هم میرسیم. تشکر تمام. زیاد برادر. زنده باشین، خدا نگهدار تو باشه و موفق باشی برادر. خدا نگهبانت برادر شریف. سلام سلامت علیکم. باشین. علیکم السلام و رحمت الله. خوش. خب خوش اومدی برادر شریف.